با سلام خسته نباشید خدمت دوستان عزیز. خب من محمد جواد عباسی هستم، امبدد انجینیر. من کارشناسی مهندسی برق خوندم، گرایش الکترونیک و ارشد هوش مصنوعی و روباتیک، یه چیز بین رشته بودم. اینو خوندم. قراره که یه پروژه با هم انجام بدیم. این پروژه اینه که نمیدونم با وب API های اسپاتیفای کار کردید یا نه، ولی این پروژه قرار از این وب API ها استفاده کنیم و یه مسئله ای هم که خیلی مهمه و ما قبلا خیلی هم دستمون باز نبود توی شرکت ایرانی هم که تقریبا توف مینداختیم تو گورش و هرگز اصلا به سمتش نمیرفتم، اونم سیکیوریتیه. در مورد اینکه چطوری کانکشنی که ایجاد میکنیم با اینترنت این سیکیور باشه، خوب باشه، اوضاعش درست حسابی باشه. تو این پروژه به این خیلی میپردازیم، چون این پروژه رو در واقع ما 2 سال پیش یه تیمی دیدیم که انجام دادیم. حالا بیاد یه نشونتون بدم. اعضای تیم چرا نشان نمیدهد؟ اعضای تیممون بوده که حالا به صورت اوپن سورس انجام شده از 2 سال پیش و قراره که دوباره ریفکتور کنیم تمام کامپوننت هایی که داریم و بریم به سمت ساخت اون دیوایسه. اون دیوایس چی هست؟ همونجور که عکسای خیلی خوشگل میبینید، اگه بزنید اسپاتیفای میوزیک کنترل سری عکس اینجوری واسهتون میاره. حالا اینو در نظر بگیرید که اپ اسپاتیفای داره چطوری کار میکنه. اینه که شما تو اسپاتیفای داری با گوشیت آهنگ گوش میدی، کامپیوترت هم همون اپ رو باز میکنی، این دوتا با هم سینکن، یعنی همون ثانیه همون آهنگو داره نشون میده. تو با کامپیوترت آهنگ روی گوشی تو پاوز میکنی، نکست میزنی، یا برعکسش تا هر کاری بکنی این دوتا تبعیت میکنه از هم. این یعنی سینک بودن همه چی با هم، تو هر جایی داری استفاده میکنی اینا همه با هم سینکن. این خیلی امکان جالبیه که اسپاتیفای ارائه داده. حالا بقیه چیزا هم ارائه دادن، بقیه میوزیک پلیر های خارجی مهم که حالا ما اسپاتیفای رو میریم دنبالش، همشون یا ما رو تحریم کردن یا ما فیلترشون کردیم. که اینم یه چالشه. شما باید اینترنتی که در واقع اینترنت یعنی فیلتر نداره توش، یه اینترنت واقعی که نه تحریم داره نه فیلتر داره برسونی به این ESP32 ستریت. تو که نمیتونی بری رو این یه VPN نصب کنی، تو باید اینترنت آزاد رو این بدی که حالا یه تیری که خیلی کوچیکی داره انجامش میدیم. اون رو هم من پرسپکتیو کلی رو گفتم. ما قراره یه دیوایس اینطوری بسازیم که اسپاتیفای رو بتونیم اپش رو کنترل کنیم. از ماژول های مختلفی تشکیل شده. پردازنده اصلیش ESP32 ستریه و چند تا کامپوننت داره. GUI تصویر واسهش داریم. بخش امنیتش و آتورایز شدن سمت اسپاتیفای باید پروتکل OAuth 2 رو کامل پیاده کنیم. روی ESP32 چالش برانگیزه دفعه اول، حتی فهمش یه خورده شاید اولا یکیری داشته باشه. بعد خب وای فای منیجر داشته باشیم واسه این اسپاتیفای و یه سری اطلاعاتی رو هم که گاهن نیاز داریم توی یه فلش ESP ذخیره. این کامپوننت هایی که اینجا هست حالا تغییر میکنن، شاید مثلا گلوالینی تو اصلا هرگز نیاز نداشته باشیم و حالا بهش فکر میکنیم. بیایم سمت خود پردازندمون. ESP32 S3 واقعا پردازنده خوبیه، یعنی عجیب غریب متفاوت است با آنچه که من قبلا کار کرده بودم با سری STM NXP و همساله NRF. این پردازنده خب کارا رو هم خیلی آسون کرده، هم قیمت بسیار مناسبی داره. چی داره بهت میده؟ داره یه دونه بلوتوث ورژن 5 یعنی BLE بهت میده، وای فای بهت میده. خب یه چی میخوای
علاوه بر اون 512 کیلوبایت اسرم بهت میده. این اصلا تقریبا تو میکرو کنترلرهای دیگه وجود نداره. دوال کوره. حالا اکستنسای معماری پردازنده و اون کورهای سی پی یوش آرم نیست، یعنی لایسنس آرم نداره که اگه داشت خیلی خوشحال‌تر می‌شدیم. فرکانسش 240 مگاهرتزه که موضوعش خوبه. این تا اینجای کار. علاوه بر اون ورژن‌های مختلفی از این پردازنده توی بازار هستن که حافظه جانبی دارن. مثلا 8 مگابایت پی اس رم داره در کنار این اسرمه که ما با این ورژن کار میکنیم. خیلی زیاده 8 مگابایت رم توی امبدد و میکرو کنترلر. یه 16 مگابایت فلش میتونه این داشته باشه. 16 مگابایت فلش میتونه چند تا کتابخونه، چقدر لایبرری، چقدر عکس و فایل میتونید توی یک میکرو کنترلر بریزید. این قدیم اینا ناممکن و اصلا وجود نداشت اینا و خوشحالم که این انقلاب و ESP رقم زد و ما الان اینجا که میتونیم باش کار کنیم. قراره که به خود ESP IDF کار کنیم. آردوینو این چیزا نداریم، اونم حالا بچه هاست، ما از اونا کار نمی کنیم. شما اگه بخواید یه محصول درست حساب بنویسید و وارد بازار کنید، نه یه آشغال، قطعا نیاز دارید که کتابخونه‌های اصلیش کار کنید، قشنگ لایه‌های پایین برید. درسته که سرعت دیولپ بسیار مهمه، ولی من ترجیح میدم که با خود استیکه اصلی این ESP کار کنم، نه این که برم یه فریمورک آردوینو رو بریزم و بیارم استفاده کنم. خب سعی میکنیم فرایند دیباگ کردن، چون یه دیباگر داخلی نمیخواد بریم مثلا جی لینک بهش وصل کنیم. با یه دونه USB هم شما میتونید اینو دیباگ کنید. خب ولی شاید اون کیفیت کافی رو نداشته باشه. این رو هم چک میکنیم. سیستم عامل الان تو ویندوز هم، ولی در کل همواره روی لینوکس خواهیم بود. از این نظر آمادگی ذهنیش رو داشته باشید. حالا یه توضیح کلی هم بدم. ما قراره که در بخش‌های مختلف کار مختلفی انجام بدیم. مهمترین کامپوننت هایی که قراره بسازیم، یکی GUI، یکی فرآیند اتوریزیشن که OAuth 2 هست مربوط به اسپاتیفای، اون رو پیاده سازی کنیم. GUI که اون تصویریه که اینجا داشته باشیم. خب اینو ما با NXP GUI گایدر خواهیم ساخت. خدا رو شد. چیزی که این NXP GUI گایدر بهت میده، اول اینکه رایگانه روی LVGL نوشته شده. LVGL کتابخونه اوپن سورس گرافیکی هست. ما میایم گرافیکش رو طراحی میکنیم، یک اکسپورت خیلی خوشگل میگیریم و میریم استفاده میکنیم. یه دلیلی هم که من الان رو ویندوزم فقط به خاطر همین نرم افزاره که ورژن که واسه لینوکس داده یه نیازمندی داره که خیلی خوب کار نمیکنه، اون فراهم نمیشه. یه لایبرری داره که حالا باعث میشه اون لایبرری دیگه نیست توی لینوکس و نصب نمیشه. من نصبش کردم قبلا، یعنی خودت دستی باید برید کلی تلاش کنید تا بتونی از اون استفاده کنی، ولی رو ویندوزش بسیار خوبه. خروجی این رو میگیریم، یعنی شما المان ها رو اینجا این تصویر رو نگاه کنید. الان من این رو باز میکنم، در ویدیوهای بعدی خواهیم دید. به اندازه پیکسل های نمایشگر رو وارد میکنیم، المان هایی که داری رو میذاریم، بعد میتونه روی آیتم هایی که داری ایونت تعریف کنی که بعدا میری ایونت رو کال میکنی و کار را میفته. ما اینجا سیستم گرافیکیمون اینطوری داره کار میکنه و حالا به طور کلی میخوام بیشتر در مورد پروژه
توضیح بدم ESP32 بر پایه RTOS در فریمورکش کار میکنه. فری RTOS در واقع باید بلد باشید که چطوری هست، معماریش چیه، چه ویژگی هایی داره، چطوری بهترین خروجی رو ازش بگیریم. اینا همه چیزهایی هست که حالا بعدا باش سرکله میزنم. تو سایت خودشم کلی آموزش داره که مهم نیست، میتونید هزار جای دیگه اینا پیدا کنید. بعد وایفای کامپوننت و این چیزهای دیگهش بیشتر کد نویسیه که تو ویدیوهای بعدی بهش میپردازیم. باشید.